مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که در شرق این کشور حمله گرگ به انسان رخ داده است. بنا به اطلاع این نهاد صبح بر وقت 1 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 0:53 دقیقه ساکن 48 ساله دهه یخشول جماعت دیوت به نام رستمبک یوسفبک نوعی اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان مورد حمله گرگ قرار گرفته است. داد فریاد او را شنیده همسایه‌ها به کمک این مرد رسیدند و گرگ را کشته جبر دیده را نجات دادند. ساکن یخشول را در بیمارستان نویوی بستری کردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت در حال حاضر طبیبان وضع سلامتی او را معتدل ارزیابی می‌کنند. در سال جاری این نخستین مورد ثبت شده حمله گرگان به انسان‌ها در تاجیکستان است. حمله گرگان به چاره‌های خانگی و انسان از قدیم از جمله حادثه‌هایی است که گاه رخ می‌دهند، به خصوص اگر گرگان در کوه‌ها صید پیدا نکنند. از کوه‌ها به وادی‌های اهالینشین فرآمده به آدمان و چاره‌های خانگی حمله می‌کنند. حمله گرگان به چاره‌ها و انسان‌ها به خصوص در فصل سرما زیاد می‌شود، چون که دریافت غذا در این فصل سال برای گرگان مشکل می‌شود. در سال‌های آخر در تاجیکستان این گونه حادثه‌ها چندین بار رخ دادند.